آشر میگفت ما در سازمان اطلاعات ترکیه توی آنکارا خاصی رو داریم که ایشون رو حمایت میکنن و مورد پشتیبانی قرار میدن. و خیلی جالبم باز بعد از این هستش که ایشون حتی زمانی هم که من به اداره امنیت ترکیه رفته بودم، آشر میگفتش که ما پیگیر کار تو هستیم و ما نمیذاریم که مثلا مشکلی پیش بیاد. و خود خانم ندا امین هم بعد از چند بار بازجویی که توسط سازمان میت ترکیه انجام شده توی آنکارا خودش اظهار کرد که توسط دولت اسرائیل باعث شده که من آزاد بشم و از اونجا بیام بیرون و به ادامه فعالیت خودم بپردازم. و با توجه به چیزهای دیگه که من از ایشون میدونم، یعنی خود خانم ندا امین، ایشون یک سری حرکت‌هایی رو توی ترکیه انجام میداد که این حرکت‌ها تاپ سیکرت بود. یه ملاقات‌های خیلی محرمانه‌ای انجام ایشون داشت که هیچ کسی از این ملاقات نه خبری داشت نه چیزی داشت. زمانی که ایشون با من ارتباط داشت به عنوان حالا دختر در ترکیه، من شبی تماس گرفتم، گفت ایشون کجاست، تلفن رو جواب دادم. از دوستانشون که اونجا بود من زنگ زدم گفتم ایشون کجاست، گفتن ایشون رفتن یه مسافرت کارا. بعد خودشون گفتم من بعد با خودشون یه نیم ساعت بعد با من تماس گرفتن، چون بعد به من جوابگو بودن که کجا رفتم. به من برگشتش که استانبول هستم. و بعد از اینکه چند روز بعدش که اومدش اینجا، گفتم که شما کجا بودی؟ یه سری عکسایی رو به من نشون داد که توی هتل لوکسی و فلان یه حرفا، که من یه قرار ملاقاتی داشتم. ظاهرا این قرار ملاقات با یه شخصی وابسته به دولت اسرائیل انجام شده بود، این قرار ملاقات که ظاهرا حالا یه چیز این وسط جابجا شده بود، کارهای انجام شده بود. من اون زمان این مسئله رو سربسته نگه داشتم و زیاد واردش نشد و خیلی سعی کردم که از ایشون دوری کنم مشکلاتی که ایشون داشتن. و خیلی جالبه، یک شب که حالا تو خونه من اومده بود و خوابیده بود و صبحش آشر باش تماس گرفته بود و حالا در مورد یه سری این چیزا، چون من به دولت اسرائیل هیچ اطلاع من به اونا نه ارائه دادم نه باشون کار کردم. در واقع در حال حاضر من به هیچ دولتی هیچ اطلاعاتی ندادم از چیز کردم. فقط این که اومدم باشون صحبت کردم، ایشون قشنگ صحبت آشر رو من داشتم میشنم که برگشت گفت آشر نفهمه که تو اینجا، یعنی من پیش تو هم. برگشت با آشر صحبت کرد، شما باید اینا رو یه جوری به قول معروف، من ببخشید از این واژه استفاده میکنم، برگشت گفت باید شما اینا رو خرشون کنید، شما باید از اینا استفاده بکنین و اطلاعاتشون رو به دست بیارید و از طریق رابطه‌ای که با اینا برقرار کردید بتونید این مسئله رو چیز بکنید. و اون زمان تنها کسی که تو خونه من رفت آمد داشت هم خونه‌ای من بود که من ایشون رو کامل میشناختم و این خانم ندا امین بود که بعد از اینکه من داشتم خونه رو جابجا می‌کردم و آبگمکن به مشکل برخورد، تأسیساتچی آبگمکن وقتی اومد ما مورد بررسی قرار دادم، من فکر کنم این قطعه از در واقع اون دستگاه آبگرمکنه، ولی ایشون برگشت گفت نه این اصلا چیز نداره و یه آنتنی روش بود که بعد از اینکه حالا من دستگاه رو پیدا کردم امهاش کردم و انداختمش بیرون. و خیلی هم جالبه که این مسئله رو من به خودشون هم مطرح کردم، ایشون برگشت گفت احتمالاً سازمان اطلاعات ترکیه این دستگاه رو مثلا اونجا کار گذاشته و به این شکل چیز کرد. حالا آقای زمان هستن، یعنی که خانم ندا امین از زن بودنش استفاده کرده و با توجه به اینکه ارتباط داشته با سازمان‌های امنیتی همچون موساد سعی می‌کرده به افراد نزدیک بشه، همچون شما. موساد نبود آره. حالا من هنوزم میگم موساد. شما قطعاً اعتقاد دارید که موساد نبوده. ارتباط برقرار می‌کردن، حتی این ارتباطات تا رابطه‌های جنسی هم پیش می‌رفته و به غیر از آقای عباسپور با شخص دیگه‌ای هم اونطوری که آقای زم ادعا میکنه ارتباط داشتن خانم ندا امین. در صورت مرسی آقای عباسپور عزیز، ممنون از شما، ان شاءالله بتونیم با شما فرصتی رو بگیریم باهاتون مصاحبه بکنیم. آقای عباسپور هم در حال حاضر دیپورت هستن از کشور ترکیه به یک کشور دیگه‌ای که بنده هم اجازه ندارم اسم این کشور رو بیارم و بعد ببینیم که وضعیت ایشون چجوری میشه و ایشون میتونن به چه فعالیتی انجام بدن. ممنون از آقای عباسپور عزیز. مرسی آقای زم، خیلی چیز پیچیده‌ای شد. خانم ندا همین سری صحبت‌ها کردن، یه وایس برای من فرستادن، من میذارم. من نمیدونستم که این چیز کرده. میکروفون و اینا رو اصلا نمیدونستم. میکروفون چی؟
آره این که صدای تو آب گرم کنه خونش. بله دیگه من این صدای ایشون برای من فرستاده پلی میکنم که جفتمون گوش بدیم. با توجه به اینکه ایشون اومدن من حتما ایشون وایس رو داشتم. بفرمایید. خواهش میکنم. من این دو لینک رو براتون فرستادم و این رو میخوام که مطرح بکنید. قطعا اگر این جناب روح الله عزم ادعایی دارن، من بی صبرانه بارها همه جا هم نوشتم منتظرم که بیان و اثبات بکنن و با مدرک ادعاشون رو ارائه بدن. همونطور که من اگر حرفی زدم با مدرک اثبات کردم، من اگر صحبتی در مورد روح الله عزم کردم با مدرک اثبات کردم. اما شما نگاه کنید، به عنوان یک خبرنگار میتونید بشینید پای سیستم یک خبری که در مورد یک نفر درست بکنید اما بدون ارائه مدرک منتشر بکنید. این کارا همین الان من میتونم در مورد 10 نفر اگر دلم بخواد بکنم. اما شرافت شغلی من چی میشه؟ وظیفه من در مقابل شغلم، وظیفه من در مورد انسانیت چی میشه؟ تهمت زدن به هر کسی خیلی راحته، بدون مدرک آیا این اصول خبرنگاری رو رعایت میکنه؟ نه هرگز. بله وایس ایشون رو شنیدیم. آقای زم بفرمایید جوابتون رو. چی میگم با انسانیت همینه دیگه، قرار بذاری با مردم و بری. نمیدونم حالا اسم 10 نفر رو من الان میتونم بیارم که اینا باشون حرف زدن، طرف حرف زده، گاف داده، نمیدونم صحبت کرده. فقط تنها کسی که از این حرف زدن نترسید چون مشکلی نداشت من بودم. شما کلا که همه اجماع به خاطر همین شما رو وصل میکنم به جمهوری اسلامی، میگن ارتباط با داخل دارید. نه من آدم بی‌باکی ام یه درسته، یعنی آدمی ام که ترس ندارم، چون میدونم که اساس حکومت جمهوری اسلامی بر اساس سیاست النصر بالرعب. من همین الان که دارم با شما حرف میزنم 5 تا از اعضای درجه 1 خانواده‌ام پرونده باز دارم. یعنی اینا رو هر کدوم به هوایی که خواهر منم، برادر منه، دخترمه منه، نمیدونم اینا همه رو بردن 6 ماه 7 ماه زندان نگه داشتن، بازجویی کردن، پرونده باز دارن الان همش. درسته. وثیقه دارن. خب حالا از بحث اسرائیل خارج نشیم، شما چند وقتی هستش که با شبکه تلویزیونی یا بهتر بگم شبکه اینترنتی بیان با آقای بیژن فرهودی دارید چند وقتی هستش که برنامه تلویزیونی میدید هر هفته، هم توی اینستاگرام شبکه بیان هم توی اینستاگرام آمد نیوز به صورت مستقیم این اخبار پخش میشه. یه بک‌گراندی که نسبت با آقای بیژن فرهودی وجود داره و ارتباطاتی که ما گرفتیم و پشت پرده و تیم من تونستن ارتباطات بگیرن. ایشون چند سال قبل با ویزای صدای آمریکا وارد شهر لندن میشن، چند وقت اونجا فعالیت تلویزیونی میکنن. بعد از اینکه کارشون با صدای آمریکا تموم میشه نمیتونن ارتباط بگیرن، وصل میشن به تلویزیون پارس و وصل میشن به رادیو اسرائیل که رادیو اسرائیل با ایشون کار میکنه. بعد از اون با شبکه بیان ارتباط برقرار میکنن و با خود شما. اینکه ایشون با رادیو اسرائیل الان در حال حاضر هم دارن فعالیت میکنن یا بنده اطلاعات دقیقی ندارم. ایشونی که توی یک خونه بالای یک دونه کباب شاپ تو منطقه ایلینگ تو غرب لندن زندگی میکرد. داخل خونه خودش توی اون راهروی باریک سمت راستش حال و پذیرایی بود، اونجا یه دونه پوستر بزرگ زده بود، روی چند تا باکس دوربین گذاشته بود و به صورت زنده برای رادیو اسرائیل و برای تلویزیون پارس خبر تولید میکرد. به هر حال ایشون ارتباطاتی طبیعتا با رادیو اسرائیل داشتن. به هر حال چه شخصی دست ایشون رو توی دست شما قرار داد که بتونید با هم دیگه ارتباط بگیرید و این برنامه‌های حسابی پرحاشیه آخر هفته رو که بک‌گراندش رو الان بنده پشت سرم می‌بینم که معمولاً توی بدون اجازه آقای فرهودی آقای فرهودی الان شاکی میشن که رو بک‌گراند ایشون با ما مصاحبه کردید. خب چه شخصی دست اینها رو توی دست شما قرار داد؟ ببین اصل قضیه اینه که اولی که خود آقای فرهودی، من ازش خیلی ناراحتم بودم، بهشم گفتم بنده خدا یه توضیحی هم به من داد که البته توضیحش قانع کننده بود. من مثلا ناراحت بودم از اینکه فایل صوتی مهدی هاشمی رو خب بدون اجازه منتشر کرده و اینا. بعد یه مهدی هاشمی همون قضیه که مال سال 67 بود، فایل صوتی سال 67. نه مهدی هاشمی پسرش که درسته یه فایل صوتیشو منتشر کرد 3-4 سال پیش، 2-3 سال پیش که مشخص بود یواشکی ضبط شده. من بهش گله کردم که اصلا نباید کاری که یواشکی یا فایل صوتی و اینا رو نباید چیز میکرد. یادم هم نیست سر چه قضیه‌ای ایشون زنگ زد به من مصاحبه بگیره یا آره بعد از فکر کنم یه قضیه‌ای بود که من تو صدای امریکا بودم اونجا صحبت کردم.
ایشون زنگ زد گفت راجع به این قضیه بیا با من مصاحبه کن. من گفتم خب من چی اطلاعات داشتم دادم دیگه، تکرار اون حرفا توی برنامه دیگه که صحیح نیست، اشکال من اینکه موضوع جدید پیدا کنم. تو این مدت با هم در تماس بودیم و رابطمون هم با هم خوب شد، با توجه به اینکه من ناراحت بودم از دستش و اینا، رابطمون هم با هم خوب شد تا ایشون اومد تو بیان. ایشون اومد تو بیان شروع کرد کار کردن و به من زنگ زد گفت بیا تو بیان با هم کار کنیم. گفتم باش. اومدیم اینجا کار کردیم، یه مدتی کار کردیم و چی شد؟ چطور شد رفت تو بیان؟ میدونید شما چطور شد رفت تو بیان؟ سردبیر بیان ایشون دیگه، سردبیر داره کار میکنه. بیان با توجه ریشه داخل ایرانی هم داره بیان و مدیرش هم اینجوری بخواه حساب کنم ما هممون ریشه داریم. نه خب به حال هم پازل ها که نیست بیشتر خبرنگار صدا و سیما بودید. آره متاسفانه این انگو رو هم میزنن. آره خب میفهمید این که به هم رفت. آره بعد دیگه با هم تصمیم گرفتیم یه برنامه رو اینجوری بذاریم هفتگی. من دیگه زیر بارش نمیرفتم میذاره زیاد، چون دوست نداشتم اصلا چهرم زیاد رسانه‌ای بشه و من کلا از کارهایی که خیلی روتین هفتگی منظم مثل قسط دادن، مثل نمیدونم از این چیزا کلا فراریم. ولی دیگه حالا فعلا یه 7-8 تا برنامه است که داریم میریم با هم دیگه، پنجشنبه ها ضبط میکنیم و دیگه جمعه ها پخش میشه که داریم حالا میریم، حالا ببینیم تا کجا میره، اینو میتونیم ببریم جایی، نبریم جایی، رو آنتنی بره نره. اینا هزینه‌ای هم به شما میدن بابت این برنامه؟ آره هزینه. چقدر میدن؟ دیگه اون چیز خصوصیه دیگه ولی هزینه میدن. یعنی در حقیقت من براشون یه سری خبر تنظیم میکردم اول. بعد اصلا من سوالی پرسم چقدر میدن؟ طبیعتا وقتی کسی این برنامه رو ببینه شما یه حرف رو بزنید دوست داره این سوال پرسیده بشه. نه من حقوقم خوبه. حقوقم خوبه. آره. بعد یعنی تا مثلا 7-8 ماه پیش زیاد چیز نبودش، یعنی تا 1 سال پیش تقریبا دستمون خالی بود و اینا، ولی دیگه هم موقعی که در بیان دارم کار میکنم حقوقم هم خوبه، راضی هم هستم و هفتگی هم داریم با هم. ولی لو ندادید؟ من اولش به شما گفتم درآمدتون از کجاست، لو ندادید که بیان پول. آره نه که نخوام لو بدم، گفتم شاید مثلا خود بیان حاضر دوست نداشته باشه که نخواد مثلا بگه آقا من اونجا دارم کار میکنم. درسته. بالاخره مثلا ما قول و قرارمون اینجوری نه. خب حالا مسئله این مثلا فکر کردم دیدم مشکلی نیست، چرا دروغ آدم یه چیزی داره، بحث دروغ گفتن نیست ولی بحث مخفی کردن هم نیست. میدونی آدم یه چیزی رو نگه نمیشه دروغ گفته. ولی حالا خب نه حقوقم هم خوبه، دارم رسما برای بیان کار میکنم، قراردادم دارم با بیان و قراردادم هم جا میدونن، همه دولت هم دادم، همه چی دارم، مالیات اینا همه چی اوکی. یه بحثی که وجود داشت کانال پرحاشیه زمکیست، نظرتون چیه راجعش؟ چقدر خبرش رو تایید میکنید و وایسایی که تو اون کانال منتشر میشه راجع به شما و صدای شما؟ صدا که دستکاری شده نیست، صدای خودتون. آره بعد یه پیجی این وسط هک شده که این صدا میاد بیرون. آره صفحه کامپیوتر من هنوز برای خودم هنوز به عقل خودم نشسته، ولی چیزی که هک شد تلگرام سردبیرمون بود یا کامپیوترش بود. اینا اومدن یه پول کلونی گرفتن تو داخل، رقمش هم گفتم بهم که چقدر گرفتن. تلفن این سردبیر ما رو داشتن، خب داشتن، همه داشتن تلفن رو داشتن، نمیدونم حالا اپراتور رو هک میکنن چیکار میکنن، اس ام اس رو تو راه میگیرن میان تو تلگرام. ایرانه جا میگه سردبیر آمد نیوز داخل ایرانه؟ نه کاناداست. اینجا همین الان میتونن، اینجا میتونن سایبری. سردبیر کی الان در حال حاضر توی آمد نیوز؟ آقای سام محمودی سرابی. درست. چون یک سال و نیم سردبیر بود. بعد هک کرده بودن و دیگه رفتن ساعت 4-5 صبح بود، یه دفعه من پشت شدم. خب 4-5 صبح چی می‌کاره؟ پشت شدم یه دفعه 400 تا تلفن و زنگ و فلان و اینا. چی شده؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ من فکر کنم یکی مرده، یکی چی شده. دیگه جواب دادم گفتن آقا سایت کانال اینجوری شده و هک کردن و اون نشسته بود اونجا داشت گریه می‌کرد سام و این وقتی دیگه حالا بالاخره آره نه اون فکر می‌کرد منو زدن، اون فکر نمی‌کرد که خودش هک شده. اون فکر کرد منو زدن، کنترل کانال رو گرفتن در اختیارشون. رفت به دروف توییت کرد که آقا این کانال رو ببندین، اینو زدن، ترورش کردن، فلان کردن که دروف هم گفت ما نمیتونیم ببندیم اصلا.
ولی خب بعدش این کانال زمکیست اومد بالا که اونم یه حدسایی میزنیم که دست کیه حالا آقای منو چه بذار بیاد بیرون. چرا از اسمش شما میترسید؟ من نمیدونم ایشون چیه. نه نمیترسم، من دوست ندارم آدم‌ها رو الکی گنده کنم، اسمشو ببرم خب اونم فردا میخواد بگه آقا منم میخوام بیام بشینم جواب اینو بدم، اصلا من به اون نمیخورم. اون اصلا تو ساعت و اندازه من نیستش که بخوام اسمشو ببرم بعدش هم گنده. پس شما صدایی که منتشر میشه رو تایید میکنید داخل زمکیست؟ آره صدا تایید میکنید؟ چیو؟ چطوری که منتشر تا یه سریاش جعله، یه سریاش کاملا فتوشاپ، بچه‌م ببینید میفهم. یه سریاش فتوشاپ، مثلا تو 3 تا چتی که منتشر میشه یه دونش واقعی، اولیش واقعی، دوتای بعدی خطیه که اصلا ربطی نداره، یعنی اصلا حرفایی که زده نشده. دعواتون با آقای حسام امینی رو چی تایید میکنید؟ حسام امینی که یکی از اعضای تیم آمد نیوز. حسام امینی میشناسید شما ایشونو؟ حسام امینی نداره. مهدی جلالی تهرانی، آقای دکتر جلالی تهرانی که تو آمریکا سایت مطالعات ایران در اندیشکده بروکینز. آقای دکتر جلالی که تو آمریکاست، همه کارگاه داره، چی داره اصلا. مهدی جلالی تهرانی خود میگفتن که سردبیر سایت شما کسی بوده که گروه رو تشکیل داده بوده، درسته؟ گروه آمد نیوز. نه بابا شفاف کی؟ آرش شجاع. بذار من شماره‌شو بدم الان بزنم. بدید الان زنگ. آرش شجاع شرق. آرش شرقه، همین خبرنگاری که ترکیه. ایشون ترکیه دزدیدن. ایشونو دزدیده بودن که شما نمیگفتید. آره. آقای اصغر بکایی. آقای اصغر بکایی اینا همه چت‌های اینفسام با اینا داشته. و اینا مطلب میدادن و بعد از اینکه اسم آرش شرق در اومد که با سام صحبت کرده 2 روز بعد دزدیدنش و بگی آقا رابطه این کانال با دزدیدن اون چیه. آقای بابک اجلالی یا بابک آزادی؟ بابک هم دوستمونه. آره بابک هم کار فنی. مجید نیکی باهاتون ارتباط داره؟ آره مجید هم که خب دامینا به نامش بوده دیگه رفیق. آقای احمد شمس؟ نه آقای شمس یه مدتی بود دیگه باش نیستیم، یعنی ارتباط نداریم، 2 سال دیگه است. درسته حسابی. اصلا اون شامی که اون عکسش در اومد که پیمان عارف بود و همسرش بود و اینا خود تو خونه آقای شمس بود. خب برسیم روی بحث پرحاشیه، خیلی هم وقتتون رو گرفتیم. راجع به آقای میر طاهر یه صحبتی بکنید. بدل آیت الله آقای میر طاهر بدل آیت الله خامنه‌ای. من یه انتقادی از شما کرده بودم، شما در یک مصاحبه فکر کنم با تلویزیون بیان کرده بودید، گفته بودید که ایشون قدش 10 سانت کوتاه‌تره، نمیدونم گوششون چنینه. این اطلاعات ببینید من خودم توی گزارشی که راجع به شما منتشر کرده بودم از شما انتقاد کرده بودم که شما چه جور میتونید تشخیص بدید که یه شخص 10 سانت قدش کوتاه‌تره؟ شما با هیچ من تشخیص نمیدم که اصلا من و شما که اینجاییم که اینو کسی که داخل دیده میگه 10 سانت کوتاه‌تر. شما میرطاهر رو تایید میکنید که وجود دارن؟ آره. چون اون ویدیویی که بیرون میرطاهر رو خود احمدی نژاد هم تایید میکنه. شما خیلی ارتباط فکر کنم نزدیکی به آقای احمدی نژاد دارید. نه من از احمدی نژاد خوشم نمیاد. من اصلا یکی دلایل زندان رفتنم همین بود که به احمدی نژاد ما گفتیم نه دیگه. و حال ولی خب من سال 84 بدترین کارا که شما نه این به من نمیچسبه. من تو سال 84 رئیس ستاد جنگ روانی ستاد آقای هاشمی بودم. درسته. بدترین کارا رو علیه احمدی نژاد کردم. احمدی نژاد که اومد سال 84 گفت به 2 نفر تو دولت من پست نمیدیم. یک به سعیدلو گفت اون موقع معاون اجرایش بود، یکیش اسم منو برده بود، وزارت اطلاعاتش منو تحت تعقیب قرار داد. بعد تو سال 88 افتادم زندان به خاطر اینکه گفتیم احمدی نژاد نباید باشه. نه اینا رو نمیگم که بابا احمدی نژاد ارتباط بعد از که از زندان پدر خود من اصلا با احمدی نژاد دعواش بود. بعد از که از زندان خارج شدید چه اتفاق افتاد براتون؟ چی کار انجام دادید؟ من قبلش من مغازه داشتم. ببین من سال 84 درسته؟ آره. من قبلش حالا بودم کار میکردم، چندین جا بودم. سال 84 ما رفتیم ستاد آقای هاشمی. یه ستاد ویژه داشت آقای هاشمی. من چون با پسرش دوست بودم یه پروژه پایان نامه‌ای داشتم. سر رفاقتتون صداشو لو دادید؟ که داشت از لندن برمیگشت پشتش بخشوتی. چیو؟ میگم سر رفاقتتون صدای ایشون لو رفت؟ کدوم صدا لو رفت؟
صدای مهدی هاشمی یه وایسی ازشون لو رفت که اومده من گذاشتم. نه فکر می‌کردم که شما شاید این کار رو انجام داده باشید. نه چند تا وایس از مهدی هاشمی در اومد که مکالمه نیکاهنگ کوثر بود با هاشمی که من اون موقع چون خودم با هاشمی در ارتباط بودم یه مصاحبه کردم و گفتم دلیل در آوردن این وایس‌ها چی بوده. مصاحبه تو رادیو کوچه منتشر شد، خیلی هم سر و صدا کرد. نیکاهنگ از دوستان قدیمی من بود، یعنی اصلا ما موقعی که هفته نامه مهر رو داشتیم من نیکاهنگ رو میشناختم. بعد دیگه چی دیگه مجبور شدیم حالا بین این دوتا بالاخره این وسط بالاخره واقعیت که وجود داشته گفتم حالا نمیخوام به اون قضیه وارد بشم، ولی 84 من یه پروژه داشتم توی دانشگاه که تو بحث شایعه ما داشتیم کار میکردیم و زمینه های به وجود اومدن اون که من چون رشتم ارتباط روابط عمومی بود داشتم روی اون پروژه کار میکردم و اینا. پروژه رو بردم دادم به مهدی هاشمی، گفتم اینو بخون شاید مثلا از مثلا کارهای ستاد و اینا بتونی ازش شاید اصلا به دردت بخوره. خوند و اینا، بعد گفت چقدر خوبه و فلان و اینا. اینو کجا دادی؟ گفتم دادم دانشگاه و اینا. گفت پاشو بیا اینو اینجا اجرا. گفتم کجا؟ بود ستاد بابام هیچ. ما رفتیم نشستیم اونجا، حالا یه کارایی کردیم که حالا نگیم حالا چی کار کردیم. بعد اومدیم بیرون و من همزمان بازرس ویژه وزیر کشورم شدم، یعنی 10 تا 12 تا بازرس داشت وزیر کشور اون موقع که هر کدوم 2-3 تا منطقه تهران زیر دستشون بود. منم 2 تا منطقه تهران تو انتخابات دستم بود سال 84. منطقه 15 بود و 16 یا 16 بود و 17 فلاح و خانیاباد و نمیدونم اونجا دیگه هیچی دیگه حالا اومدیم و سر اونجا 2-3 تا صندوق باطل کردیم از احمدی نژاد رو، نمیدونم صندوق مسجد لورزاده رو، نمیدونم اینا رو یه سری باطل کردیم. تقلب بود توش دیگه. مثلا یه چیزی گرفته بودیم اون موقع، مثلا یکی اومده بود کلا از سال 84 نیت به تقلب داشتید، همین گرفتید. نه خب دیگه گرفتیم اینا. من مثلا خود من یه شناسنامه گرفتم صفحه دومشو چاپ کرده بود با پماد، بعد این میرفت تو هر حوزه‌ای که رای میداد مهر میزدن روش، میومد بیرون مهره رو پاک میکرد میرفت یه جا دیگه رای میداد، باز مهر میزدن میرفت مهره رو پاک میکرد یه جا دیگه مهر. یعنی اینا یه سریش هماهنگ شده بود. بعد دیگه هیچ دیگه اومدیم بیرون و یه دفعه مرحله دوم انتخابات بود دیگه، خیلی شرایط حساس بود و فلان و اینا. منم بازرس بودم. یه دفعه دیدیم توی مسجدی توی جنوب شهر بود، تو سمت خزانه و اینا بود، خزانه بخاره و محل قدیمی بابام بود دیگه، بابام اونجا بود. بعد یه دفعه یه بسیجی حمله کرد اینجوری بزنه و فلان و اینا. چی شد؟ گزارش دادن شورای نگهبان. یه روز داشتیم همون روز انتخابات داشتم میرفتم مسجد نماز بخونم که بعد برم بازرسی. بعد خب مسلح هم بودیم، مثلا مسلح بودیم، دستبند داشتیم، باتوم داشتیم، باتوم نه ببخشید شوکر بود، نمیدونم شما اگه عضو چه ارگانی بودی که این امکانات داشته؟ خود وزارت کشور داده بود، خود اونجا داده بود که باید مثلا حمله نکنن چی نکنن. بازرسا نداشتن، ولی خب مثلا توی اون دوره فکر کنم مثلا به یه سریا دادن. منم از یه طریقی گرفتم. تو دیگه خودم کار خبرنگاری رسانه‌ای می‌کردم به خصوص صدا و سیما، سر صندوق‌ها می‌رفتیم، یعنی سال 88 آره به یه سری آدمای خاص نمیدادن به همه اسلحه آقای زن. به همه سمتت چی بوده؟ به یه سری آدمای خاص میدادن. سمتت چی بوده؟ سمتت مهمه که اسلحه بهتون میدادن. یه روز خب من آدم مهمی بودم، الان نگاه نکن زیاد مهم نیستم، اون موقع خیلی آدم مهمی بودم. شما این شخص پرآشیه در حال حاضر. بعد دیگه اونم یه روز بود، یه روز گرفتن اومدیم و یه دفعه 2 نفر اومدن، گفت 3 نفر اومدن، آقای زن گفتم بعد گفت از اداره اطلاعات بود. ما اونجا فهمیدیم شورای نگهبان اداره اطلاعات احضارتون کردن و بعد بیان بریم شورای نگهبان. واسه چی؟ بازداشتیم شما بعد بمونین. اون موقع من یادم میلوحی هم معاون وزیر کشور بود، بازداشتش کردن 2 روز تو زیر زمین و اینا غیر قانونی. بعد من میدونستم که اینجوریه و اینا، دیگه زنگ زدیم به اون ستادمون، مسئولش آقای کرباسچی بود. زنگ زدم و گفتم آقا ما میخوام بگیرن، اصلا چیکار بکنیم چیکار نکنیم، برو بشین حالا بعدن حالا بیرون نیا. اصلا دیگه ما رفتیم و بعد دیگه حالا شد همه اونا شد که تو دولت احمدی نژاد دیگه نذاشتن من ادامه درسمو بخونم. چرا دیگه رفتم دانشگاه که ترم بعدی من روابط عمومی میخونم. خب دیگه
چیز کردن که دیگه رفتم دانشگاه ثبت نام کنم، گفتن تلفنی دیگه، گفتن ما از شما ثبت نام می‌کنیم، یه برگه‌ای بدین، یه چیزی بدین. تلفنی هم چی؟ تلفن کی از کجا زد؟ نمیشه دیگه اصلا نمیشه دیگه. ما همینجوری درسمون نیمه کاره مون تا دو سالشو خونده بودم دیگه، بعدش دیگه نتونستم بخونم و دیگه من گفتم آقا فایده نداره کار سیاست یه برو مغازه بزن وایسا، این همه واسه دولت کار کرده، این همه چیز زدی. رفتم با بابک بختیاری مدیر عامل آیسپک بود، کارآفرین نمونه شده بود. رفتم بهش گفتم من میخوام از سیاست بیام بیرون، پولم ندارم، الان 30 میلیون پول دارم، یه 30 میلیون رو به من یه مجوز بده، یه تابلو به من بده، من وایسم کار بکنم. گفت دو جا داریم، یا یافت‌آباد داریم یا شهر ری داریم، آیسپک همه جا دیگه پشت. گفتم یافت‌آباد من برم چی کار بکنم؟ بکوبم من بالا هر روز برم یافت‌آباد بیام پایین؟ بیام شهر ری، حداقل محل مادریم اونجا زندگی کردم، اونجا بزرگ شدم، برام اونجا بده. دیگه 2-3 سالی وایسادیم اونجا کار کردیم، خورد به انتخابات و این تیم سعید اصغر و مسعود روغنی و اونجا، چون من اصلا یه اسمی دیگه داشتم اونجا، با اسم خودم فعالیت نمی‌کردم. بعد دیگه اون تیمی که حجاریان زده بود و اینا همه اونجا بودن دیگه، صبح تا شب تو مغازه ها. یه جایی فهمیدن که ما پسر بابامونیم دیگه، هیچ دیگه از نام بابا استفاده نکردید دیگه؟ نه اصلا، من اصلا تو مغازه هم اینجا دیگه اصلا فراری بودم از هویت، استفاده از هویت پدرم. یعنی با پدرم اصلا دعوا داشتم، گفتم مثلا میرم فامیلیمو عوض میکنم اسم تو رو نباشه. اینجوری بودیم با هم. الان چی ارتباط دارید با هم دیگه؟ نه. آخرین بار که باشون صحبت کردید؟ فکر کنم عیدی بود، فقط در زمین تبریک گفت. چون مردم مثل حاشیه ایجاد کردن سر قضیه 22 بهمن که پدرتون اومده بود بیرون تو خیابون، بعد میگفتن پدر چه نمیدونم یه صحبتیه رو ضرب المثلی هم به کار می‌بردن در خصوص شما، گفتن که این باباش 22 بهمن خودش این از آخر میخوره، اون از توبره میخوره فلان، همین چیزایی میگن دیگه. حالا من نمیدونم آخر کجا توبره کجاست، یارو به خاطر اینکه حالا من دارم اینجا کار میکنم اون از کارش هم برکنار کردم. ولی شاید خانواده من بیشترین کسی بود که تو این وسط لطمه خوردن. مثلا 3 تا خواهرام زندان، شوهر خواهرم رفت زندان، دخترم هم رفت زندان، پدرم بیکار شد از کار. آخرش به کجا میخواه؟ این همه حاشیه، این همه اتفاق در خصوص آمد نیوز، نمیدونم وزیر کشور ایمیل بزنه، به توییت بکنه به مدیر تلگرام بخوام پیج شما رو ببندن در تلگرام به خاطر، حالا شما میگید بهانه بوده آمد نیوز، به خاطر آمد نیوز فیلتر بشه. این همه مبارزه شما میخواد به کجا برسید؟ به نظرت به کجا میرسید؟ من خبرنگارم، از شما میپرسم. شما سوال منم خبرنگارم. نه حالا شما مدیر اون سایتید و سیاست‌گذاری دارید میکنید دیگه. نمیدونم، ببین ما داریم میریم، ما یه کاری رو شروع کردیم دیگه نمیتونیم برگردیم، داریم میریم جلو و این کارم تازه میخوام توسعه بدیم. یعنی من دوست دارم. آره ها. توسعه چجوری؟ توسعه مثلا این بخش انگلیسی سایت تو داری راه میندازی، بعد حالا بتونیم حالا بودجه بگیریم، کمکی بگیریم، یکی دو جا بهمون قول دادن بودجه بدن بهمون، تا الان که از جایی کسی پولی نداده، بودجه هم نداده جز همین کمک‌های مردمی که بود در طریق پیپل، اونم رقمی نیست. ولی داریم میریم جلو. من خودم نیت کردم که باید بزنم این شهر. برای همین تبلیغ کوکتل مولوتوف میکنیم تو پیجتون؟ ما تبلیغ کوکتل مولوتوف نکردیم، گفتم روش ساخت گذاشته. آره. گفتیم ما فقط یک کلمه نوشتیم اگر به شما حمله میشه حق دفاع مشروع از خودتون رو دارین، حتی با کوکتل مولوتوف. اونو ما ساخت نذاشتیم. نه من الان نگاه میکنم ببینم یه سری خبرها تو پیجتون میذارید، واقعا یکم آدم شاخ در میاره آقای زن. مثلا میاد اوترنت رو اومدید اوترنت یا اینترنت به قول خودمون خبرش یه فایل پی دی اف گذاشتید توی پیج، 5 دقیقه بعدش حذفش کردید، گفتید که آخ آمریکا داره به تو اینترنت میده بزنید اشغال رو کنید. نه ببین اون روش ساخت اینترنت، روش استفاده از اینترنت بود از طریق رسیور ماهواره. اون روش ساخت اون بود. ما نگفتیم اینترنت رایگان، گفتیم شما میتونین از طریق رسیور و ماهواره‌ای که در منزل دارین یه کاری بکنین. من خودم هم نفهمیدم چه کاری بود، چون ما اصلا این داستانا این بعد خبر حذف کردید. چرا؟
تو آمد نه هست بودش، پی دی افش هست شد. فایلش بعد یه خبری از شما خب کانال حذف شد، خبر حذف شد، کانال خود نه اون موقع که اومد، من چون خودم کار آیتی میکنم، دقیقا وقتی این خبر اومد بالا بلافاصله خواهرم زنگ زد گفت آقا بزن اینترنت داده آمد نیوز منتشر کرد، برای من فوروارد کرد، من اومدم بخونم دیدم خبره نیست، ولی خب فکر میکنم که یه فایل پی دی اف بود آپلود کرده تو آمد. ببین تو حجم بالای کار، من یادم اینو دقیقاً من یادم منتشر کردم، تو حجم بالای کار وقتی شما داری همه طرف، همه اطراف یک خبر رو یا اطراف یک اتفاق رو مثلا توی کشورهای دیگه تو داخل داری پوشش میدی، 1% باید ضریب خطا باشه، یعنی 99% درسته، 1% تو کار تیم ممکنه 0.5% ضریب خطا وجود داره. خیلی خطا میاد. نمیدونم عکس همسر بنیامین بهادری نمیدونم با منتشر شد، بعد یه خواننده اینا خیلی جاهای دیگه قبلش منتشر شده. خب شما شورا نداری چک بکنه؟ نه چرا ببین اینا هستش، من که نمیدونم، من که عکس زن مردمو که نمیشناسم چی بوده که ببینم این زن کی بوده عکسش. آره. خب اینو مثلا میبینی روی کانالی که داره فعالیت میکنه، خب آره. کانال معتبری هم هست، خب خبر میبینه. آره. طرف برمی‌داره میاره میگه خب این از کجا اومده؟ از کانال فلان جا اومده. خب این خبر طالب درسته دیگه، میزنی نمیگه آقا قبلش اونجا 10 جای دیگه منتشر شده، ولی میگن آمد نیست. آقا پدرت خوب مادرت خوب 20000 جای دیگه منتشر شده، 1,300,000 فالوور، 1,400,000 فالوور همین دیگه. خب چرا چجوری خبرها رو قبول دارید پس منبع معتبری نیستید؟ برای چه کاری؟ این خبر رو آمد نیوز با عکس زن بنیامین بهادری که شناخته نشده که آمد نیوز با اخبار پشت پرده شده اعتبار داره. با این چیزا اعتبارش از بین نمیره، چون ما همیشه خبر دست اول و پشت پرده داریم. یه روزی اومدن این خبرنگار اصلاح طلب شروع کردن به ما فحش دادن تو توییتر، گفتن که چرا مثلا خبر فلان خبرنگار زنی که داشته با اطلاعات سپاه کار میکرده چرا آمد نیوز منتشر کرده. آقای پرپنجی اومد یه جوابی داد تو توییتر، گفت آمد نیوز اصلا به جهت اینا دارن اعتراض میکنن، نمیگن چرا این خبر رو زده آمد نیوز، میگن چرا الان زده. نه یه بحث اینجاست، آخه شما یک بار خبر فیک بدی یا اشتباه بدی، 2 بار 3 بار 4 بار بارها این اتفاقات میفته، این شایبه یکم ایجاد میشه. قبول دارید خودتون های زمین قضیه رو؟ خب بالاخره بله، ببین اینا هستش، این اشکالات هست، کل اعتبار زیر سوال نمیگیم کارمون که آره بالاخره دیکته ننوشته که غلط نداره. خب اینم که ما هم که هر وقت که زدیم بعدش هم عذرخواهی کردیم، گفتیم آقا بابت بالاخره اشتباه اینا 3 نفر 4 نفر 5 نفر ادمینه، میدونی بعد کم کنی زیاد کنی به یکی، بالاخره این کار راحتی نیست. الان آمد نیوز چند تا ادمین داره؟ الان داره یه 4-5 تایی داره و چند تا تیم داره که داره کار میکنه. داخل ایران چند تا تیم داره؟ داخل ایران منابع هستن. خیلی مردم سوال ما داخل ایران مردم سوال می‌پرسن این منابع کیه، بعد انتظار دارن اسم ببرید، مثلا بگید حسن از فلان اداره. نه شما همین الان خبرگزاری فارس رو باز کن، مشخص به طور مشخص توی قضیه خبر محمد راجی که کشتنش زیر شکنجه به طور مشخص باز کن، زده به گزارش یک منبع آگاه حرفی که فلان زده دختر آقای راجی زده درست نبوده و فلان نبوده. بابا تو خبرگزاری فارسی حاشیه امنیت داری، کسی شکایت کنه؟ تاثیرگذاری که آمد نیوز داره آره میخوام اینو بهت بگم، تو خبرگزاری فارسی مال خود سپاه، مال خود اطلاعات سپاهی، این همه حاشیه امنیت داری، باز مصاحبه میگیری میزنی به گزارش یک منبع آگاه. تو که امنیت هم داری، منابعت هم که امنیت داره. درست. بعد میگن چرا آمد نیوز منابعشو نمیزن. آره خب اینم هست دیگه. یه سوال دیگه هم که میپرسیدن گفتن که شما خیلی سمت چپ رو نگاه میکنید، انگار مثلا دارید یه چیزی یه نوشته میخونید، انگار کسی داره بهتون خط میده و اینا. اینا من الان داشتم توجه میکنم اتفاق میافتاد تو حین صحبت کردن. من این سمت راست منه. آره سمت راست. الان من نشون بدم برای آره مشخص که سمت راست داره، ببینن یک دفعه واسه همیشه این حرفا تمش. آخه اینا خیلی میگن ما با سرویس جاسوسی کار میکنیم، خونمون نمیدونم فلان بیسار. یا این سمت راست منه، ببینی این نوره، این میز دخترمه، این تختشه، اینم نوره و اینا سمت راست. من با هیچ دیگه نمیتونم نگاه بکنم که دارم از جای خط میگیرم. خب خیلی عالی. به حال ما خواستیم یکم با شما یکم چالشی تر مصاحبه بکنیم که تصویر
که خیلی من سوالات. آره این نظرتون راجع به این پهلوی هم به ما میگید؟ آقای شاهزاده عزیز و این دوستان که یه سری بیانیه هم داده بودن و شما فکر کنم تو آمدید. چرا تصویر شما نمیاد؟ بنده نمیدونم. من یه چک بکنم. الان بسیار. نظرتون راجع به خانواده پهلوی میگید که دیدگاه آمد نیوز و خود شما اولا به عنوان خبرنگار، بعد دیدگاه سیاستگذاری آمد نیوز راجع به خانواده پهلوی چی هستش؟ راجع به خانواده آقای پهلوی که این خانواده رو بقیه دارن فعالیت سیاسی میکنن، این نظر شخصی من خودم از آقای پهلوی به یه مورد شخصی ناراحتم. چرا؟ یکی دو بار بهشون پیام داده بودم، زنگ زده بودم برای مصاحبه توی یه برنامه‌ای که ایشون دیده بود جواب نداده. برای بیان؟ تلویزیون بیان؟ فکر میکنم برای آخر هفته بیان بود. مصاحبه کردن که بیاد اونجا. داده که بعد نیومد، رفت تو برنامه فرارو. استدلالش هم این بود که آمد نیست چون مثلا ترویج خشونت کرده و اینا، ما روشمون مراممون ترویج خشونت نیست و فلان و اینا. این باشه، دلگیری شخصی دارم ازش. به دور و بریاش هم گفتم که دلگیری شخصی دارم ازش. حالا حمایتشون میکنید خانواده پهلوی رو؟ جا؟ حمایتشون میکنید؟ ما از همه حمایت میکنیم. قبولشون دارید؟ قبول که ببین اگه قرار باشه که اپوزیسیون به اتحاد برسه و قبول بکنیم که آقای پهلوی هوادار داره، قبول بکنیم که یک بخشی از جامعه ایران هوادار آقای پهلوی هستن، من کیم که قبول نکنم. بسیار. چون به هر حال هر کسی الان داره فردای آزادی ایران همه گروه‌ها حق دارن خودشونو بزنن رو کفه ترازو من. یه سوال دیگه، مسیح علی نژاد و این فعالیت‌ها و کمپین‌هاشون رو قبول دارید؟ خانم علی نژاد من میگم لطمه‌ای که جمهوری اسلامی داره میخوره از همین 4-5 نفریه که تو خود جمهوری اسلامی به وجود اومدن. مثلا شما مثلا حسینی تو جمهوری اسلامی فعالیت کرده. من کاری به خوب و بده کارش ندارم که چقدر کارش خوبه چقدر بده، یعنی تو مقام ارزیابی نیستم، ولی جمهوری اسلامی داره ازش ضربه میخوره. مسیح علی نژاد تو جمهوری اسلامی به دنیا اومده، تو با همین ادبیات بزرگ شده، تو همون سیستم آموزشی بزرگ شده، داره ازش ضربه میخوره. من خودم یکی از آدماییم که تو همون سیستم بزرگ شدم. کچلم کردن، گفتم وایسا سر صف قرآن بخون، سرود تو زمستون اینجوری همه سگلت بزنن که وایسا آقا مثلا مجبر سیغه بودنش رو شما خبر داشتید با آقای محسن صفایی فرانی؟ کی؟ خانم مسیح علی نژاد صیغه محسن صفایی من اصلا توی حالت خصوصی کسی وارد نمیشه. خبر رو آمد نیوز 2 سال اصلا نمیرم دنبالش. آمد نیوز اصلا همچین چیزایی بالاترین تو سایت بالاترین آمد نیوز خبر صیغه مسیح علی نژاد رو با محسن صفایی اصلا آمد نیوز توی مسائل خصوصی وارد. خبر رو دارم آقای بدید خبر نشون. من برای شما میفرستم که ببینید. بعد اینکه پول گرفتن از دولت آمریکا تایید میکنید $250,000. هر کسی اون پول حقوقش بوده که داشته تو ویای کار میکرده، قرارداد میبنده دیگه. میگه آقا من یه بسته‌ای میارم، همه چیز همینجوری. شما خودت الان همین برنامه رو بگیره 4 تا برنامه دیگه بدی بگیره، ممکنه بهت مثلا رادیو فردا بگه بیا این برنامه رو تو پیشنهاد دادن در حال حاضر. خب میگه آقا من اینقدر میگیرم میام این برنامه رو اینجا اجرا. بعد این پول واسه کمپین حجاب گرفته بودن دیگه 25,000. کمپین حجاب خرجی نداره مگه چه خرج؟ خب به هر حال قرارداد شخصیشو منتشر کرده بودن با بی بی جی، بالای قرارداد نوشته بی بی جی. بی بی جی اون سازمانیه که برودکاستینگ آمریکا، رسانه آمریکا زیر نظرش. درسته. و مشخصه که قرارداد با بی بی جیه و مال صدای آمریکاست. یعنی گفته من بابت برنامه‌ای که میخوام تو صدای آمریکا اجرا بکنم اینقدر میگیرم توی $250,000. من فکر کنم اشتباهی گفتم. شاید برای 1 سال قرارداد، 1 سال باشه $250,000 پول نیست. شما هر هفته داری برنامه تولید میکنی. هر هفته داری برنامه تولید میکنی. چند هفته داریم تو سال؟ هفته 4 تا اگه بخوایم حساب بکنیم 40 تا و 48 تا تقریبا 48 هفته برنامه داریم. شاید 52 تا نمیدونم ریاضی ضعیف نیست. بعد از پولم این درسته بنده برم با یه سازمان اطلاعاتی امنیتی قرارداد ببندم بهش بگم آقا $250,000 نه $100,000 بده من یه بسته بگیرم. خب نظرتون با من یه خبرنگار بخوام بدونم که واقعا الان در حال حاضر تاثیرگذاره توی جامعه $100,000 برم یه برنامه بگیرم بعد بگم من یه طرحی میزنم مردا با شورت برن تو خیابون. خب بعد نیروهای امنیتی اطلاعاتی هم بردارن اینو بگیرن بندازن تو زندان. بعد این حرکت درسته که من پولشو بگیرم. سازمان امنیتی چیه؟ کدوم با سازمان مثلا
من برم یه بسته بگیرم با سازمان موساد که معمولا بسته‌ای هم که میگیره 7000 تا 8000 دلار پول میده برای هر پروژه. من نگرفتم، شما شاید گرفتیم، میدونی رقمو. نه بحث گرفتن نرفتن نیست، بحث مشخص قرارداد داریم میگیم. قرارداد خانم نژادی رو سوال کردی چقدر بود مبلغش؟ 250000 دلار. آره درسته. در سایت من تقسیم برای چند هفته بود؟ 48 حالا فکر میکنم 48 هفته میشه چقدر؟ میشه برای هر برنامه 5200 دلار. 5200 دلار به خاطر اینکه مردم تحریک بکنن، روسری وردارن، این برنامه لگد بزنن یا رو بندازن پایین، رو بندازن تو زندان، هیچ گرافیک داره. نه اون نریشنش که چی میتونه نریشن الان بذاره جلوت بشینی بخونی. نه بحث این نیستش که بشینی نریشن بخونی که فقط توی برنامه 1 ساعته که گرافیک داره، کارگردانی داره، اون برنامه تدوین داره، نمیدونم خودش باید پول بگیره. اون پسری که باشه کی بود با کامبیس حسینی بود، اون بعد پول بگیره. 20000 دلار در ماه. 20000 دلار در ماه واسه 4 تا برنامه چیزی نمیشه. ماشاءالله شما فکر کنم همین هولوش پول میگیری. نه میخوام ببینم الان مثلا خیلی پول میشه. اینو نباید حساب بکنی که واسه 4 تا برنامه. شما باید اینجوری حساب بکنی که این هر برنامه چقدر پول تامین یا ما قیمتمون پایینه یا شما باید حساب بکنی ببینی هر برنامه چقدر کارگردانی داره میگیره. خب آقای زم یه سوال، ایشون توی کشور امن نشسته، خب مردم ایران رو تحریک میکنه. اون تحلیل من اصلا جانبداری نمیکنه، مردم ایران رو تحریک میکنه توی ایران حجاب از سر بردارید. چه اتفاقی میفته؟ ساس اداره اطلاعات دو مردم ایران که صغیر نیستن. خب سوال واسه ما که نمیتونیم بگیم که مسیح نژاد ولی فقیه لنگشکن درسته. آره یه سری آدم داره که مثلا اینجا چیز میکنه و اونم حالا 20000 دلار. شما خودت صدا سیما بودی دیگه، تدوین میدونی مانیتور ساعتی پول میگیره دیگه. بله. آره کار انیمیشن بخواد بذاره رو کار بیشتر میگیره. کار سناریو داشته باشه خرجش گرونتره. کارگردانی خوب داشته باشه گرونتره. 2-3 تا دوربین داشته باشه گرونتره. این کار تو استودیو صدا آمریکا که گرفته نمیشه. این کار عین شما استودیو اومدی پلاتو درست کردی، یه گوشه داری کار میکنی، گرفتی داری میفروشی برنامه‌تو. هر برنامه 5000 دلار داری میفروشی، عواملش هم مال خودت این کارو کردی دیگه، میدونی که. خب من کار نکردم، من از کجای پول نمیگیرم. خب نگید که الان نمیگیری، اون موقع که بودی دیدی آدمایی که کار کردن تایید کنن. ولی این صحبتی که هستش میگفتن که این افرادی که حجابشون رو برمی‌دارن نفری 250000 تومان پول گرفتن. اینو تایید میکنید شما؟ اینو خدا خامنه‌ای میگفت که تاییدش گفت. یعنی شما اینو تایید نمی‌کنید؟ من بودم پول گرفتم دیگه، حرفم رو داری فکر کنم. خب من همون چون شنیدم دارم میگم. خب پسرم که نیست. کشف چی دوغ چی بابا، اینا اصلا این حرفا توهین به زناست. مگه مثلا مبارزه با حجاب اجباری مگه مال الانه؟ من خودم همون موقعی که حجاب اجباری شد از اون موقع زنا دارن مبارزه. یه نکته میگم، من خودم میونه خوبی با حجاب ندارم، یعنی من تایید نمی‌کنم حالا بحث حجاب غیر. واسه چه ربطی داره به مسیح نژاد؟ این اصلا این جریان بوده، حالا الان داره دنبال میشه توسط یه آدم دیگه. از اول یه خانم بازیگری بالا اتوبوس داشت به ما خود اعتراض می‌کرد، راهپیمایی حجاب اجباری نماینده های طالبانی بود. از سال 57 بوده تا الان هم هست، بعدش هم هست. مسیح نژاد هم نباشه بعدش این مبارزه. خب ببینید آخه به بحثی از این افراد وقتی میان کمپین درست میکنن مثل سید محمد حسینی، مثل خانم مسیح نژاد، من چرا این سوال از شما میپرسم؟ به خاطر اینکه آمد نیوز این خبرها رو پروموت میکنه و میاره بالا، یعنی خبرها رو پوشش میده. به صرف اینکه شما به عنوان یک رسانه این خبرها رو پوشش میدید من دارم این سوال رو از شما میپرسم. ببینید این افراد میان یه کمپین‌هایی رو راه میندازن و باعث میشه که یه سری افراد به دردسر توی ایران بیفتن و بعضی از افراد اینجوری فکر میکنن که خب اونا اون بیرون گود وایسادن دارن پولشو میگیرن، زندان و بدبختیش مال اون افرادیه که توی ایرانن. ولی کسی اینجوری فکر نمیکنه. بعدش هم که اگه میخواد آدم به دردسر نیفته اصلا آدم نباید نفس بکشه. اصلا نفس برای چی بکشی؟ به دردسر میفته. بعدش میخواد گرسنت بشه، بعد بری دنبال رزق و روزی و پول بری و الان خیلی‌ها الان غذاشون از سطل آشغال باید برن در بیارن بندگان خدا. نمیدونم مثلا چرا آدم نفس نکشه راحت بشه. آخرش چی فکر میکنید؟ فکر میکنید حجاب برداشته بشه؟ باید برداشته بشه. نباید، نمیگم من که برداشتن حجاب که نیستم، میگم بعد آزادی باشه. خب چرا خانم مسیح نژاد آقای سید محمد حسینی نمیرن تو ایران شونه به شونه مردم مبارزه بکنن؟ از چی میترسن؟ به خاطر اینکه الان شما چرا نشستین چه داری با من مصاحبه می‌کنی؟ چرا نمی‌ری از اینا مصاحبه؟ من تو ایرانم بودم همین روند مصاحبه‌مو داشتم، آرشیوش هست تو کانالم. یه سری از کارا هستش بری ایران هزینه‌اش بالاست.
هزینه‌اش ممکنه به قیمت جون آدم تموم شه. خب الان مردم این به این صحبت مردم ها، به این مردم میگن که یه عده خارج از کشور وایسادن، خب و افرادی که داخل ایران میگن لنگش مال قبل بود. ببین این چیزا رو تلقین نکنیم به مردم که مردم الان دارن اینو میگن. الان شمایی که نشستی با من از تو آلمان داری با من که یه جا دیگه هم داری صحبت میکنی، یعنی با همین یه قاب کوچیک مرزها رو برداشتی. درسته. این دیگه اینجوری نیستش که مردم اونو میگن الان یه سری نشستن دارن اشغال میکنن. اولا اینکه مردم مگه صغیرن؟ مگه فکر کردیم مردم 57 مگه؟ یا مردم مثلا این مردم بهش الان حرف میزنی 40 مدل آنالیز میکنی. خب آخه شما روشایی هم تبلیغ میکنید که مال سال 57 مثلا کوکتل مولوتوف مال سال 57 دست الان مردم خواهد چی باید بشه؟ دست مردم میخوای شلنگ بدیم مثلا به مردم بگیم شلنگ برو تو توالت خونت بردار. اتفاقا یه خبر شما زده بودید یه شلنگایی رو نشون میده داره، من تو مصاحبه میذارم میخ زده بود ازش بیرون. بعد آره گفته بودید اینجوری مبارزه بکنن با این با چی مبارزه کنه؟ با چی مبارزه؟ با افراد ضد شورشی که توی خیابون نه افراد ببین تحریف نکن. تعریف نمی‌کنم. اونو با لاستیک ماشین سرکوبگر، با لاستیک موتوری که داره میاد به سمتش داره حمله میکنه. خب بعد از اون خود آمد نیوز خبر زد، بعد از اون همین اتفاق گفتش که دراویش گنابادی رو با این دستگاه‌ها و وسیله‌ها دارن جلوشون رو میگیرن. درسته؟ دارن که اینا دراویش آخه چه احتیاجی به این داره؟ دراویش چوب و چماق داشتن، دیدی این یه شلنگ اینقدی میخواد چیکار دراویش؟ من نمیدونم. ببین من دفاع نمی‌کنم از کاری که کرد. کار ما یه مدل جنگ روانی هم هستش. خب اینا رو من کتمان نمی‌کنم که هم رسانه است هم بلد کار جنگ روانی داره انجام میده. به همین خاطر هم مثلا جیغ 4000 تا رسانه جمهوری اسلامی رو آورده هوا، چون یه تنه داره هم جنگ روانی میکنه هم کار رسانه‌ای داره انجام میده. ولی من میخوام ببینم شما الان نشستی تو آلمان الان همسایه‌ات در باز کنه یه چک بزنه تو گوشه چیکار می‌کنی؟ طبیعتاً کار خاصی نمی‌کنن. اینجا کشور قانونه. شما با قانون آفرین. فردا زنگ بزنه جلو در خونت یه چک بزنه تو گوشه چیکار می‌کنی؟ دیگه نمیتونه چک بزنه، پلیس بردتش. خیلی خب تو آلمان دیگه پلیس بردتش. آره. با 40 کیلومتر هم طبق قانون کشور آلمان اجازه نداره نزدیک خونه من بشه. آفرین. خیلی این قانون یک کشور مترقی اروپاییه. خب نه قانون یک کشوری که دختر وایساده سر چهار را اینجوری رو سرش زده یه دونه وحشی میاد اونجا حمله میکنه میندازه تو جوب بعد کاره میشه. من 100% این کارو تایید نمیکنم، یعنی کاملا کار وحشیانه و غلطی بوده. اما آقای اورالزم یه بحث رو داریم میگیم شما چک بزنی تو ایران خودت میدونی دیگه زندگی کردیم دیگه اونجا دیگه. یارو یه بار چک میزنه میگه باشه زدی رفت. مثل حضرت مسیح نیستش که این ورو بزنی بگه اون ورم بیا بزن. نه ایران اونجا بزنی میخوری. خود آقای خامنه‌ای هم میگه دیگه، میگه دوران بزن درو تموم شد دیگه. درست. بزنی هر جا باشی میام دنبالت میزنی. نه گذشت دیگه. ببین 57 نیستش که الان هر کی بزنه میخوره. درست. خب من اصلا به دفاع مشروعه. مردم حق دارن از خودشون دفاع مشروع کنن. در مقابل چی؟ در مقابل یه آدمی که سر تا پاش انبار مهمات. حق داره از خودش دفاع مشروع کنه. الان برای میخه ناراحتی یا نه بحث اینه که ببین کامنت هایی که میاد ما داره میخونیم این که حالا من نمیدونستم جنگ روانیه ولی خب به حال شما دارید میگید جنگ میخونم. آره منم دارم چیزای دیگه هم میخونم. خب آره. یعنی بالاخره هم تو نظر جامعه رو میدونی هم من میدونم چجوریه. ما کلا دارم میگم ما تکلیفمون از اول این بوده. سیاستامون سیاله مشخصه، سیاستامون کاملا نقطه گذاری شده است. یه جایی باید جنگ روانی بکنیم جنگ روانی میکنیم. یه جایی باید بزنیم. به خاطر همینه تمام رسانه‌های جمهوری اسلامی جیغشون رفته هم. دو کاری که ما داریم میکنیم جنگ روانی هیچ کدومشون نمیکنه. خب ببین یه بحثی هم جوستش بحث اینه که شما یه سری اسناد اخبار رو منتشر میکنید. خب که اصلا آدم وقتی میشنوه هشتگاش میپره. خب مثلا میگید که آقای فلانی همین الان مثلا داشت چای میخورد یا 5 دقیقه بعد لباسش عوض شد. مثلا راجع به نفر اولی که به رهبر ایران نزدیک هستش این آقایی که رفته بود لبنان اسمشونو آقای حقانیان. درسته. من چی گفتیم مثلا گفتید که الان رفته بوده لبنان امشب برگشته خب پاس داشته پاس نمیدونم با پاس فکر رفته این کارا رو انجام داده. آقای وحید
با یه پاسی رفته به نام خودش نبوده. خیلی مشخصه، خیلی واضح هست همین چیز. یعنی شما میگید خیلی راحت این خبرها به دست میاد دیگه. بله اصلا اونجا عکس میکنن من میفهمم مسئله داری. نه من مشکلی ندارم. خوشحال باشی که نه من خوشحالم. نه به بحث صحت و سقم بحث اینه که آفرین. نه برو صحت و سقمش رو ارزیابی کن، به من نگو چه جوری به دست میاری. آفرین. اگه خبرنگاری و میتونی منبع داری برو یه منبع بزن صحت و سقمش رو ارزیابی کن. هر کسی که حرف داره بره منبع بزنه صحت و سقمش رو ارزیابی کن. آقا بگو به کجا وصلیم ما وصلیم. آفرین. کسی نمیتونه بزنه خب بعد میاد به من میگه تو اینو از کجا چجوری به دست میاری، ما به عقلمون نمیشیم. این که نشد. خب نه من چرا میگم اون مثال زدم؟ خب برمیگردیم به بحث دختر آقای لاریجانی که رئیس قوه قضاییه ایران هم هست، آقای خانم زهرا لاریجانی. شما اومدید صحبت کردید که اسنادی ازشون هستش که ایشون جاسوس بودن. بعد یه جا دیگه اومدید مصاحبه کردید گفتید که من حتی تصویر ایشون رو هم ندیدم تا حالا. خب یه جا دیگه گفته بودید که برنامه بعدی جواب دادم. اتفاقا برنامه بعدیش اگه میدیدی یا نمیدونم ندیدی یا متاسفانه ندیدم. برنامه بعدیش توضیح دادم، گفتم اینا یه سری فایل رمزگذاری شده است اصلا. خیلی چیزا هست رمزگذاری شده است. خب رمزش هم من ندارم. دروغ چرا بگم؟ ندیدمش اصلا یارو. دو سه تا عکس ازش دیدم، نمیدونم خودشه یا نه. هیچ کس هم ندیدم، ندارم کسی بخواد ارزیابی بکنه که آیا این خودشه یا نیست. خب این منابعتون که تو ایران تا موقعی که منبع من جونش در امانت در سالم باشه، در امان باشه، میاد فایل‌ها رو میدارن. فقط هم اون نیستش، 10 تا چیز دیگه هم هستش که هر کدومش منتشر میشه بمب خبری. زهرا لاریجانی یکیش. درسته. من اینایی که دارم بهتون میگم صرفا جانبداری یا جهتداری بنده ندونید، یعنی میدونم حرفای مردم. آره چون من امروز یه پست گذاشته بودم توی پیج خودم و از مردم سوال کرده بودم که سوالاتی که راجع به شما وجود آره نمیدونم دیدید خودتون پست یا نه. من آره و اینکه اینا سوالاتی بودش که مدام مردم میکردن. من خودم حالا یا چیزایی که من نوت برداری کردم من به مردم نشون بدم که من اینقدر نوت برداری کردم. خب و خیلی ببینید چقدر سوال راجع به شما هست. ابهام وجود داره. متاسفانه چرا این ابهامات وجود داره؟ وقتی شما با ویو مصاحبه میکنید نمیاد سری ابهامات رو پاسخ بدید. طبعا به خاطر اینکه ویو یا همون صدای آمریکا به سری منابع اطلاعاتی امنیتی وصله. شما وقتی میاد با بیان صحبت میکنید خب طبعا به سری منابع وصله. یا با هر رسانه دیگه‌ای که میخواد صحبت بکنید طبعا اون طرف هیچ کار طبیعی هم هستش. هیچ وقت طرف نمیخواد با توجه به منابعی که بهشون وصله و ازش داره کمک مالی میگیره با اون شخصی که شما هستید دارید باش خبر میگیرید سوالات این طبیعی رو نمیپرسه طبیعتا. ممکنه هست اصلا ممکنه اصلا برنامه سیاقش فرق داشته باشه. مثلا برنامه آقای فلانتی که خاله بازی نیست، من بشینم اونجا سفره پهن کنم اینجا این هم دیگه سبزی بذاریم آبگوش بزنیم با هم دیگه یا نوسنگک بزنیم، اونجوری نیست که. اون همچنین سبزی نذاشتیم امروز با هم یکم. این برنامه یه جوری دیگه است. برنامه‌ای که با آقای فرهودی چیندیم سبک و سیاقش یه جوری دیگه است. برنامه‌ای که شما اصلا سبک و سیاق تعریف نکنیم، گفتیم از اول حرف بزنیم بریم تا تش یا علی. آره یه سری سوالاتی که اینجا وجود داشت و بنده گفتم که یه بحث منابع شما هم هست. وقتی بعضی از منابع هم به شما وصل میشن، وقتی لو میرن شما اینا رو ولشون میکنید به امان خدا مثل آقای عباسپور یا کمکشون میکنید اگه این منابع باشه. من ما نبوده آقای عباسپور رو کلا اصلا من مثلا باش 2 بار حرف زدم. یه دفعه پیروز بوده، یه دفعه هم 2 ماه پیش بود. سر قضیه 2 ماه پیش قبل‌تر سر قضیه اتفاقات توی ایران باشون صحبت کردی یا همون دیگه 2 ماه پیش بود. درسته. یعنی شما اگه منابع لو بره حمایت میکنید یا نمیکنید اون منبع رو؟ بستگی داره. اگر ما ببینیم اولا که کسی لو نرفته، بستگی داره به زمانش، موقعیتش. اگر ببینیم که حمایت ما یه چیزی رو میدونیم، یه چیزی رو اصل میدونیم توی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی یه اصلی وجود داره، محبوب آمد نیوز مغضوب نظامه و مغضوب آمد نیوز محبوب نظام. این یه اصل امنیتیه. بر اساس این اصل میان هر خبری که ما داریم پوشش میدیم و اینا میارن ارزیابی میکنن، میگن وقتی اینو داره انقدر زیاد پروموت میکنه یا به فلانی میگه دکتر صادق زیبا کلام یا مثلا به فلانی میگه آیت الله فلان، اینا با هم دیگه دستشون توی یک کاسه هست، پس بریم رو اونا کار بکنیم. ما یه سری جاها رو آگاهیم چون پشت پرده رو میدونیم که رو چه چیزایی دارن آنالیز میکنن، تحلیل میکنن، اینا رو عمل میدونیم. میاد توی یه سری جاها طرفو از عمد پروموتش میکنیم که برن بگیرن.
باشه. یعنی بدون میندازید به جون هم دیگه درسته؟ آره اینا رو میدونیم. یه چتی که از شما توی زمکیست لو رفته بود، چت شما بود با آقای حسام امینی که آقای حسام امینی اومده بود گفته بود که بر سر اینکه کشته سازی بکنید و اینکه این کار رو انجام بدید. تایید میکنید این رو شما؟ چه خنده‌ای معنا داره. بابا اون یه کارشناس گرافیک اینا کاری نداره به خدا، کار سختی هم نیست. یه کارشناس گرافیک من اون چت رو با حرف الان شما مقایسه میکنم به این نتیجه میرسم وگرنه نه دروغ. اصلا اولا اینکه کسی بخواد اینجوری بکنه برای هوش‌بازمان در کجا زدی بود؟ با دعواتون با حسام امینی بر سر کشته سازی افسر اطلاعاتی سعودی. افسر اطلاعاتی سعودی با همین صحبت میکنه، بعد کشته سازی کنیم تا ما پول بدیم، بعد ما کشته سازی نکردیم شما پول نمیدین، بعد داستانا چیه شعر رو، یعنی اصلا شعره میدونی، یعنی اصلا بچه هم ببینه دیگه میفهمه دیگه، یعنی خودت دیدی خندت نگره. خب به همه سوال دیگه آیزم من مشخص گفتم، مشخص 2-3 دفعه گفتم هر کسی از هر دولتی، از هر سازمان غیر انتفاعی و دولتی که میدونی مرسومه، الان نت داره پول میده، الان نمیدونم سازمان فلان مثلا هست تو آزادی بیان تو هلند داره پول میده، نمیدونم خیلی هستن، هر سازمان، هر کشوری، هر دولتی، هر کسی تونست یک دونه سند بیاره که من از اونجا پول گرفتم 2 برابرشو بشه. آیه زم هیچ وقت سازمان امنیتی اطلاعاتی نمیان سند رو بکنن که. چرا؟ الان من مثلا ایران وایر مگه بودجه نمیگیره؟ خب یه سند مثلا همون کاری نکنه بحث صدای عاشر که اومد بیرون شما اونوری زدیش دیگه، گفتی که عاشر اطلاعات سپاه ایران. چیو؟ بحث عاشر که اومد بیرون، یه سند صدای شما با عاشر اومد بیرون، شما زدینش توی داخل و گفتید که این از داخل ارتباط میگیره و سند نشون ندادید و فقط گفتید که منابع من در ایران دارن اینو میگن. گزارش گفتم سندش هم نشون. خب به ما میدید بزنید؟ نه یه سری چیزا هستش نمیشه نشون داد الان. من به خاطر خودم نیستش، من اصلا مشکلی ندارم. خب ولی یه سری چیزا هست، یه سری آدما هستن. ببین یه جایی شما وقتی میری دادگاه، مگه دادگاه فقط سند رنگ میده؟ یه بخشی که دادگاه رنگ میده گزارش شهود، شهادت شهوده، یه بخشی ادله است، یه بخشی قرائنه، یه بخشی اصلا ممکنه اصلا یه دادگاه، یه قاضی وقتی میشینه اونجا اصلا سند هم نداشته باشه حرف بزنه، فقط دو اظهار نظر شهود رنگ میده. خب من برای 5 تا شاهد میارم که این همه تو این طور افتاده. اینکه حالا میگید شما منابع تون لو نمیره یا اگر لو بره حمایت میکنید، چه حمایتی میکنید؟ از کجا حمایت میکنید؟ حمایت ما که حمایت چیزی، حمایت رسانه‌ای نه. چیکار میتونیم بکنیم؟ مثلا چه حمایتی مثلا اینکه مثلا شما رو الان فردا بگیرن ما بدونیم بسته به اهمیتی که شما برای ما داری اصلا رو خبرت کار نکنیم یا نه مستقیم رو خبرت روز 100 تا خبر کنیم. یعنی فکر میکنید تاثیرگذار میشه؟ بسته به اون تصمیمیه که اون پشت میگیرن تو تحلیل‌های امنیتی، جلساتی که میذارن، چون گزارش جلساتش میرسه ما سیاستمون رو بر اساس اون گزارش. بسیار عالی. سوال آخرم میپرسم تمامش بکنیم. الان جمهوری اسلامی رفت، یعنی همین الان به شما بگن آقا جمهوری اسلامی خداحافظ، فردا کی میخواد بیاد بالا، کی میخواد مدیریت بکنه؟ قرار نیست بیاد، شاه و شیخ تموم شده، قرار نیست کسی بیاد. یک شورایی متشکل از افراد مورد اعتماد مردم، امین مردم بهشون اقبال دارن. خب مردم چجور میتونن به این شورا اقبال داشته باشن؟ روح زم رو بکنن اون شورا، یا سید محمد حسینی یا خانم مسیح النژاد رو، کیو؟ یا آقای رضا پهلوی؟ مکانیزم سختی نیستش که بخواد در بیاد. نهایتا یه نظرسنجی تلویزیونی در میاد. چیکار همین کارا؟ کجا معلوم تو نظرسنجی تقلب نشه؟ نه بالاخره ناظر داره، اینو جمهوری اسلامی که نیست دیگه اون موقع بخواد تقلب. خب کی بیاد؟ شما بگید دیگه، شما به عنوان یه شخصی که رسانه داد کی اسم مشخص؟ شما تلویزیون دستته دیگه، یا یه نظرسنجی میذاری، ماشاءالله شبیه عادل هم هستی و میخوای مثل اونم برنامه اجرا کنی، یه نظرسنجی میذاری، اسم 10 نفر میذاری توش. خب اون 10 نفر شما بدید ما میذاریم کی؟ تا شبم تبلیغ میکنیم، میگه آقا ما میخوایم این آدما رو بذاریم عضو یک شورایی
اسم شورای گذار یا شورای حالا انقلاب یا شورای مثلا موقت یا هر چی، هر اسمی مهم نیست اصلا. میخوایم این 20 آدم بذاریم، مثلا 100 تا آدم میشناسیم، از تو این 100 تا مردم شما به کی رای میدی؟ همون اس ام اسی که میزنه قشنگ خیلی شیک و مجلسی اس ام اس میزنن، اسم طرفو میفرستن، بر اساس اینا شخصیت‌های مورد قبول مردم. سوال منو نپیچون، من میگم شما به عنوان لیدر، این چیزی که الان لیدر رسانه‌ای هستی دیگه، دارم به راهکار عملی دارم میگم. چی بپیچون؟ میگم موقعی که فردا جمهوری اسلامی رفت 20 نفر 30 نفر بعد بیان بشینن یک شورایی تشکیل بدن به اسم شورای انقلاب، یک شورای موقت. اعضای شورا چجوری در میاد؟ شما یک رسانه‌ای داری به اسم تلویزیون و رادیو، میای نظرسنجی میذاری آدم‌ها رو، اصلا آقای فردین آقا اسمش نفر اول، مردم میخواید اصلا این جزء این شورا باشه که یا نه؟ بر اساس رأیایی که میدن نه در میاد، سندیت هم داره، تقلب هم نمیشه چون اس ام اس. خب میاد شورای تشکیل میده. ها اس ام اس هم تقلب میشه، کاری نداره. چه دریب خطا داره اصلا، اینجوری بخوای حساب کنی همه زندگیمون تقلبه. نه اینا سخت میشه، همه بالاخره در میاد، چقدر مگه میخواد تقلب بشه. میاد یه شورای در میاد. حالا من این مکانیزم، الان این سوالی که از من پرسید، این مکانیزم به ذهنم رسیده، ممکنه فردا یه مکانیزمی ندارید که اگه این سیستم بره چرا نه خیلی شیک و مجلسی قشنگ میای. یک لازمه انتخابات آزاد چیه؟ به من بگو. خب به هر حال اصل دموکراسیه، لازمه دو تا چیز لازمه انتخابات آزاد. به من بگو که من بدونم چیه. من از شما سوال می‌پرسم. اعتماد اصل اولش اعتماده. نه لازم انتخابات آزاد دو تا چیزه، یکی آزادی فعالیت احزاب، دوم آزادی مطبوعات. این دوتا باید آزاد باشه تا بتونه روش انتخابات آزاد برگزار بشه. بله. یک پروسه‌ای میگذره، این شورا اداره کشور دستشه به طور موقت، میاد این دوتا رو آزاد میکنه، احزاب میاد برنامه‌هاشون رو ارائه میدن بر اساس مطبوعات، بر اساس رادیو از طریق مطبوعات رادیو تلویزیون میان ارائه میدن برنامه‌هاشون رو. فردا مجاهدین خلق هم میاد، آقای پهلوی هم میاد، حسینی هم ممکنه بیاد، فخرآور هم ممکنه بیاد، 10 نفر دیگه آدم هم ممکنه، خاتمی هم بیاد، میرحسین موسوی هم بیاد، آقای کروبی هم بیاد، همه آزاد. برخوردتون با آخوندها چیه اون وقت شما اگر این رژیم بره؟ چه برخورد؟ من خودم معتقدم که من علم به این دارم که 70-80% اعضای سپاه هم با مردم هم. اینا همشون آدم هم باید زندگیشون رو بکنن. چقدر مگه قرار خون و خونریزی اول 57 پیش بیاد که پش برسیم به اینجا؟ اگه مردم این روش رو رد کردن چی؟ کدوم روش؟ همین که شورا تشکیل بشه همچنان لیدر بخوام. این هم میشه نظر سنجی کرد. خیلی. بعد اگه این آخوندها رو نخوان چی؟ آخوندها خب الان هم نمیخوان. خب بعد واکنش شما و رفتارتون با پدرتون چیه؟ پدرتون کسی که تو 22 برنامه پدر من مگه ادعای حکومت داره یا ادعای مسئولیت داره؟ بدبخت پستی داشتون هم گذاشتنش کنار. ادعای بدون خون و خونریزی میشه کاری انجام داد دیگه، درسته؟ مثلا حتما بعد خون و خونریزی باشه. میدونی چرا؟ چون اینا ول نمی‌کنن برن. بدون خون و خونریزی میشه زمان شاه که خودش ول کرد رفت. با حداقل خونریزی رفت. الان میگه بعد حتما بزنیم کوکتل مولوتوف و اینا رو بیاریم بالا که بتونیم حرکتی بزنیم. اینا با حداقل خونریزی نمیرن. مردم وقتی اینجوری میزنن آشالاش میکنن نمیتونه بشینه نگاه بکنه. این جمهوری اسلامی دو جور میره. یا مردم داخل مسلح بشن یا حمله خارجی. با این دو تا مدل میرن. مدل سومی وجود نداره. ارتباط آقای فخرآور با سید محمد حسینی رو چجور میدونید؟ من یه مستندم داده بودم بیرون که اینها با هم ارتباطات پنهان از 10-12 سال قبل داشتن، از سال 84. از خودشون بپرسیم، من تو روابط نیست. بسیار. آقای زم شما اگه صحبتی دارید، چیزی دارید بفرمایید. صحبت پایانی حسابی هم اذیتتون کردیم، پشت پرده صحبت کردیم با هم دیگه، بعضی جا من تند رفتم. اگر جایی رو خودتون صلاح می‌دونید سانسور کنیم بگید که سانسور کنیم، اگر هم نه صحبت پایانی دارید در خدمتتون هستم. سلامت باشید. من فکر کنم 4 ساعت تقریبا با هم دیگه فکر می‌کنم نزدیک به، اگه من این مصاحبه رو چک کنم که روی اسکایپ داریم با هم دیگه انجام میدیم، هولوش 3 ساعت با هم صحبت کردیم. 3 ساعت دیگه حرف آخری نمی‌زنیم.
آره تقریبا حدود 3 ساعت. امیدوارم که برنامه خوب بشه، بعدها هم با هم یه فرصتی پیدا کنیم بیشتر صحبت بکنیم. امیدواریم بعد از این ویدیو حدیث‌های دیگه پیش نیاد دیگه. ما هر جا بود که پرسیدیم واضح همه چی پاسخ دادیم. از موساد که پول نمیگیرید. از موساد که پول نمیگیرید. من گفتم هر کسی از سند مدرکی داره بیاد بده دیگه، نمیشه که گفت مثلا کی داره از کجا. الان با این نوع اتهامات همه دارن با از یه جایی دارن پول میگیرن. در خدمتتون هستیم. مرسی از این جایزم. البته ما بهش میگیم MI5 و اسمش MI6 دوستان. MI6 منظورم بوده. حالا خیلی از دوستان ایران بگن چرا میگید MI5 هستش. چی؟ MI5 هم مثل که هستش. آره ولی خب ما منظورمون همون MI6 انگلیس بود. MI5 امنیت داخلیه. آره، MI6 آره. حالا ما میگیم امنیت داخلیه. آره حالا ما منظورمون MI6 بود. دوستان غلط چیزی از ما نگید. حالا به انگلیس واسه نشیم صلوات میدن دوستان میشناسه. در خدمتتون هستم عزیزم. مرسی از اینکه وقت گذاشتید برای ما. ممنونم. مرسی.